از تهران امروز. شهری است که روز به روز بلندتر، مرتفعتر، عریض‌تر و وسیع‌تر می شود. ساختمان‌های اداری گویی هر شب قد می‌کشند و طرح‌های عمرانی خانه‌سازی هر روز با جهش به پیش می‌روند. چشم‌ها را باز کنید. آسمان خراش است؟ بله، تعدادش هم بسیار زیاد. دیدن همه آنها ساعت‌ها طول خواهد کشید. پس فقط به بعضی از این امور عمرانی سری بزنیم. آپارتمان‌ها، میهمانخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی و ملی. شهری است در میان شهر تهران، خانه‌هایی که برای خانواده کارگران و کارمندان گمرک و سیلو با همکاری سازمان برنامه ساخته شده. قسمتی از طرح عمرانی دولت و اصل 4 برای خانواده کارکنان دولت در مهرآباد. اکنون با هم به شمیران برویم و خانه‌های نوبنیاد بیشتری ببینیم. خانه‌های درجه اول تازه ساز در شمیران که توسط بانک عمران وسیله بنیاد راکفلر ساخته شده. آبادانی و عمرانی که چند سال پیش خواب و خیالی بیش نبود و امروز به حقیقت پیوسته است. این است تهران، پایتخت ایران.